بریم یه بالیاژ اقتصادی عالی بهتون یاد بدم. همینجور که میبینید رشد ریشه خیلی زیاده و قسمت پایین موها دکولوره داره. گوش تا گوش جدا میکنیم، به 2 قسمت تقسیم میکنیم، یعنی فرق وسط، و در قسمت پشت سر 3 تا مثلث رو جدا میکنیم. نحوه جدا کردن پشت سر رو با دقت نگاه کنید. حالا برای جدا کردن فویل ها به صورت چانکی یه لایه رو برمیداریم، رها میریزیم و بعد از اون چانکی 2 تا پوش کوتاه و داخل فویل قرار میدیم. اینطوری حجم مویی که دکولوره میشه خیلی بیشتر نشون داده میشه. با تعداد فویل کمتر شما نتیجه پرتر و جذابتری رو میبینید. گوش تا گوش به صورت اوریب جدا شده. هر کدوم از پشت سر هم چون قراره تعداد کم باشه اما چانکی ما انتخاب میکنیم و مقدار زیادی داخل فویل قرار میگیره، دکولوره رو از دکولوره قوی سفید رنگ و اکسیدان 6 یا 9% با توجه به مویی که مشتری شما هست استفاده میکنیم. حدود 25 تا فویل کامل میتونین یک مو به این بلندی رو بالیاژ کنین. سابسکرایب یادت نره، حتما لایک کن. هرچی بیشتر پوش بدیم فاصله ما از ریشه بیشتر خواهد بود و هرچی پوشمون کمتر باشه لایت ها به ریشه مو نزدیک تره. چون چانکی هست خیلی پوش زیادی داده نمیشه، اما اینکه بیشتر مو داخل فویل میره. این نکته رو توجه کنید. هر سوالی از دکولوره و بالیاژ داری حتما بپرس. ترکیب رنگساژ رو حتما براتون میذارم. مدت مکس توی سرشور بین 8 تا 10 دقیقه هست. چون رنگساژ گرم هست پس همین مقدار تایم کافی. بعد رنگ ریشه رو میزنیم که یک دست‌تر و جذابتر بشه. رنگ ریشه اگر که خیلی تیره نیست میتونیم روی موی خیس هم انجامش بدیم. برای رنگساژ بهتره از جلوی مو رنگساژ رو شروع کنیم و استفاده کنیم بالای سر. اما اگر میخوایم رنگ ریشه بذاریم یا رنگ بین فویلی از پشت سر شروع کنیم. این نکته خیلی مهمه. برای رنگ ریشه موهای دارای سفیدی بهتره که مو خشک باشه. در مرحله آخر برای براق شدن مو بهتره از گلوسینگ ها استفاده کنیم، چون اینجا نتیجه نهایی ما رنگ گرم و مایل به عسلی داشت. پس از گلوسینگ طلایی استفاده میکنیم. یک پست ویژه در مورد گلوسینگ ها و نحوه ترکیبشون میذارم. این کانال بیشتر آموزشی هست، پس هر نکته و سوالی که داری بنویس تا برات جواب بدم. همینجور که میبینید اون پوشایی که 2 تا پوش دادیم اینطوری خودشو نشون میده و بعضی از لایت ها هم از نزدیک تر به ریشه بوده. اینجوری وقتی طرف موهاش بلند میشه بالیاژ همچنان زیبایی خودشو حفظ میکنه. وقتی مشتریتون صورت پری داره بهتر از فیس فریم استفاده نکنی و قاب جلوی صورت رنگ تیره دیده بشه. رنگساژش رو حتما برات می نویسم. لایک یادت نره. برای دوستت هم بفرست. روزت بخیر.